اما میگن پسرها بدند. خواهرم، پسرها لختک ندارند، درد دل کردن و حرف زدن نمیتوانند. نگاه کن، وقتی عصبی میشوند فقط میتوانند اسباب بازی هایشون رو یک طرف پرتایند. پسرها حتی اشک هم نمیریزند. آخر میترسند که مرد بودنشون زیر سؤال برود. میشنوی؟ صدای گریه هایشون هم میصدا است. با یک آغوش میشود دل هر مردی را ساده به دست آورد. نگاهش کن، وقتی خسته است، وقتی بیمار است ولی دلسوزی برایش نیست. پدرت وقتی مادرت نیست ببین که چقدر پیر است. میدانم از پسر و ناراحتی خواهرم، میدانم فریاد میزنند، بی معرفتن، حرف بد میزنند، حتی بازی هم کرده نمیتوانند، اما آنها گناهی ندارند. کسی آنها رو مثل من و تو با ناز کلان نکرده است، گلی به مویهایشان نزده است، رویشان را نبوسیده است. آنها به جای بوسه همیشه شپاتی خوردند تا یادشان بماند که مرد باید قوی باشد. آی دختر، یادت باشد مردها نمی شکنند مگر از دستی آن دختری که دوستش دارند. پسرها لختک ندارند، اما خود را برای دخترها لختک می کنند. از این را قدرشون را دانید خواهرم.